امروز ما و شما در بخش برنامه فتوشاپ بیلبورد همچه یک بیلبورد طراحی و دیزاین کنیم. در درس‌های قبلی گفته بودم وقت شما یک چیز را طرح میکنید، تنظیمات اولیه را باید چی بکنین؟ انجام بدین. این شکل ما و شما میریم بالای کریپنیو یک پروژه جدید میگیریم، از اینجا میرسونیم، یک نام برش انتخاب میکنیم، مثلا همین مخفف من زیاد استفاده میکنم، بیلبورد دبل بی باشه میشه. خب مثلا یکی هیت داریم یکی ویت داریم. هیت اونمو طولش است به این شکل. طولش چقدر باشه؟ یکی 50 یکی بر 50. یک متر ما اگر ما متر تقسیم سانتی متر بکنیم 100 سانتی متر یک متر میشه. اگر 150 بگیریم چقدر میشه؟ امیر بیخی سایلنت کنه، نمیفهم از کیسته، شاید از کسی باشه اونجا بیرون، شاید یکی 50 چقدر میشه؟ یکی بر 50 اونمو 1.5 متر میشه. درست است؟ باز ما و شما بسیار نقش داره، مطبع شما برین، چون پیشتر هم درس‌های قبلی گفتم وقت ما و شما باعث یک دیزاینر یک بیلبورد را طراحی میکنیم یا یک چیزی که به شکل متری باشه، یک لوحه باشه، اینا معمولا از متر ما استفاده میکنیم. پس یادتان باشه واحد اندازه‌گیری چی میگیریم؟ سانتی متر میگیریم. خب طولش چقدر باشه یا هیتش که ما میگیم 150 1.5 میگه، زیاد دیزاینرها این رقم نمیگه. باز ایره میگیره به شکل خب دیجا چند میگیریم؟ طولش هم میگیم 150 1.5 باشه، عرضش مثلا باشه 100 هم میگیره احتیاط کسا، ولی 120 بهترتر است. چیزی که ما در تصویر نشان دادم هدف ما همچه بیلبورد است. خب نوعی از چی هست؟ چاپی است. پس چی میگیریم؟ 3 MYK میگیریم. دیگه چیزی شکار نداریم، صرف کریت میکنیم پروژه خودم. پروژه برای ما ساخته شد، چیزی که شما پیشتر در تصویر دیده بودین این موضوع است. فعلا میمونه خلاقیت خود دیزاینر که چه قسم یک بیلبورد طراحی میکنه. امروز بسیار موضوعات جدید میخوانیم در برنامه فتوشاپ. اگر بک‌گراند ما سفید است، فعلا سفید بهتر معلوم نمیشه، کوشش میکنیم میره یک دو رنگه باشه یا گریدنت میگیریم. گریدنت زیاد چیزای لوحه ها زیاد استفاده میشه، بک‌گراند گریدنت. چه رقم یک لایه یا بک‌گراند گریدنت بکنیم، طرف سمت چپ میجه کلیک میکنیم در بخش لیر استایل هم باز یک روز بیخی جداگانه روی تمام بخشایش صحبت میکنیم به نام گریدنت اورلی. کلیک کرده به این شکل برای ما و شما فکر کنم می قبلا تنظیم شده. اگر تنظیم نباشد این قسمت انواع مختلف چی هسته؟ گریدنت هاست که از این ما و شما میتونیم استفاده بکنیم. خب اینی را انتخاب میکنیم، یکی از این را یا دوباره پشت سر میریم، چی رقم یک لایه گریدنت میشه، خب مکمل بک‌گراند گرفت. بالا از این انتخاب کلیک کرده دیجا میبینین چی هست؟ نوش گریدنت و فیصدیش چند است؟ 50% ما گرفتیم. اگر زیاد بگیریم بیشتر میشه. مثلا میره چند میگیرم؟ اگر 100 بگیرم دور بر بعضی عکس‌ها سابق اگر یاد شما باشه عکس‌ها را جور میکرد، عکسایی که در خانه میمون باز این قسم گریدنت میکرد، یا بعضی جا زیاد به این شکل میمون. ما ایره 50 بگیریم بهترتر است. خب سیاه و سفید باشه. اینه چی رقم مشخص میکنیم؟ بالا این کالر کلیک میکنیم، دبل کلیک میتونیم مثلا در این قسمت برآمدگی که از وسطش به رنگ سفید است، بیرونش به شکل چی است؟ سیاه است. اینا رو میتونیم تغییرات بیاریم. بالا از این کالر کلیک میکنیم، مثلا رنگ سیاه نباشه، یک رنگ متفاوت باشه، بسیار خفیف می رنگش. چون آفسیتی رو چی گرفتیم؟ کم گرفتیم. به نظر من با نمو رنگ سفید سیاه بهترتر است. خب ترمه باز شما میتونین اینجا بیخی کاستوم بگیرین، هر رنگی خوشتون میاد رو انتخاب بکنین. و این شکلی تغییرات در رنگ چی بوده؟ سیاه بود. گریدنت ترکیب بیشتر از یعنی از یک رنگ زیاد باشه، مثلا 2 رنگ 3 رنگ 4 رنگ، اینا رو ما چی میگیم؟ گریدنت میگیم. این شکل میم سفید میتونیم چی بکنیم؟ کالرش تغییرات بیاریم، مثلا سفیدی که در وسط است میشه زرد بگیرین یا یگان رنگ دیگه. ولی پیشنهاد من است که شما کوشش بکنین اینمی رنگ سفید باشه و
بیرونش هم سیاه باشه بهترتر میاد یا خوبتر در دیزاین نمایش داده میشه. باز اینجا امی استایلش هست به شکل باشه، استایل های مختلف دارید. من پس کلوز میکنم. خب اینا باز از خود بعضی استایل ها داره، مثلا به شکل لینیر باشه. لینیر چی است؟ در بعضی عکس ها به این شکل هم استفاده میشه. قسمت بالایی سیاهیش بیشتر است، پایین سفیدیش بیشتر است، یا قسمتش سیاه است پایینش سفید است. ما اینا باز در لوحه دکان ها استفاده میکنیم. در لوحه دکان ها هم از یک گردنت استفاده میکنیم. لوحه هایی که هست معمولا شما ببینید ترکیبی از دو رنگ میباشه. خب اینا چی میگیریم؟ پس اینجا ریدیال میگیریم دیگه. باز بعض تنظیمات دیگه هست در لوحه بعدی باز روی از کار میکنیم، زمانگیر نشه کار. اوکی میگیم. فعلا هم بک‌گراند ما شما هم چی شد؟ ست شد یا تنظیم شد. در بخش بعدی میریم از شیفا فعلا چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. اینجا میریم یک شیپ ما انتخاب میکنم. باید شما پیشا پیش در ذهنتان یک طرح چی داشته باشین؟ آماده داشته باشین. شیپ ما رنگش چی هست؟ تقریبا رنگ نزدیک به سرخ یا هم جگری. اینجا انتخاب میکنم. اینجا بیا تنی قسمت باشه. ما هدف میست امروز یک ایده که دارم در سابق اونجا یک چی بود؟ یک پوستر انتخاباتی بود. همچه یک پوستر را طراحی و دیزاین میکنیم یا یک طرحی باشه که ما ذهنن خود ما چی میکنیم و را ترسیم میکنیم. در وقت انتخابات اگه یادش ما باشه دو موضوع بسیار مهم بود. یکی شماره انتخاباتی بود، یکی نشان انتخاباتی بود. در اینجا در واقع شما با شیپ هم کار میکنین، با تکست هم کار میکنین، با چندین تولزا چی میشین؟ آشنا میشین. میری انتخاب کردیم. بعد از این باید از چی استفاده بکنم؟ یک تکست هست که باید نوشته بکنه برای من. برای من اینجا نوشته کنه. چی را نوشته کنه؟ رنگ از این چی میگیرم؟ سفید میگیرم. سفید با این رنگ فکر کنم خوبتر معلوم میشه. یک اندازه سایز از این تکست بزرگتر میگیرم. خب میگیم چی؟ نشان انتخاباتی. فکر کنم شاید باشه. نوشته میکنم متن یگان متن نشانه انتخاباتی با استفاده از تولز مفتول زیر قرار بدیم. اینجا چی است؟ متن ما و شما هم اندازه تکست بزرگتر است. اینجا میایم یک اندازه کوچکتر میگیریم. این شکل روشن. بازم چی است؟ اندازه بزرگ است. همین لایه را نزدیکتر کنیم خوبتر شما ببینید. بالای تکست کلیک میکنم کم کوچکتر باشه. مینیمی اندازه صحیح است. اندازه تکست حال همشه است الان است. یعنی می قدر صحیح سازی کده باز کوچک بسیار بد معلوم میشه. چه شد؟ نشان انتخاباتی. نشان انتخاباتی یا شماره انتخاباتی. این اگر شماره هم بگیریم مشکل نیست. نشان باز در پایین میگیریم بهتر. می اول باید شماره بیان. میگیم شماره بهتر شد نه؟ شماره مثلا چی باشه؟ از اینمی لایه کپی میگیریم. چی رقم کپی میگیریم؟ از کیبورد کنترل جی و یا هم طرف سمت چپ این لایه را دوپلیکیت میگیریم. دوپلیکیت این دیجا میاریم. کاندیدا اگر یاد شما باشه شماره داشتن. شماره 1 2 3 4 فرض کنیم اینجا میگیریم 6. شماره 6 میگیریم. فعلا شماره 6 صحیح است ولی با شکل انگلیسی است. فعلا یک چیزی که هست اکثر در ادارات از اعداد عربی استفاده میشه نه؟ باید به این شکل نباشه. در وقت هم قانونی بود که باید شماره که شما نوشته میکنین همین شماره انتخاباتی به اعداد عربی باشه یا فارسی که ما میگیم. چی رقمی را تبدیل بکنیم؟ بالایش راست کلیک میکنیم. یک فونت است به نام تیتر میگه. در اخبار زیاد استفاده میشه از اون در ایران. تیتر 2 یا همین تکست ما چنج بکنم. تیتر بی تیتر به این شکل. تیتر که هست همین حروف عربی را ها؟ باز بله ها ما و شما چی کردیم؟ یک تا شیپ رکتنگل ترسیم کردیم در بک‌گراند. آمدیم شماره انتخابات نوشته کردیم تکست شوا. چی را گرفتیم؟
عدد 6 یک عددی بود که تصادفی ما یا به شکل رندومی را گرفتیم. هر چیزی که بود او را درج میکنیم. موضوع نمی عدد 6 عربی یا فارسی را با استفاده از فونت دیتر چقدر میتونستیم به شکل بیاریم. خب فعلا چی میکنیم؟ عرصه از را در داخل یک لایه میگیریم. همزمان میخواین چندین لایه انتخاب شود، کنترل همراه شیفت میگیرید، عرصه از انتخاب میشه. دانه دانه هم میشه با استفاده از کنترل. این وارد یک گروپ میسازیم، مثلا گروپ 1 شد. فعلا از این چی میگیریم؟ یک تا دوپلیکیت میگیریم. دوپلیکیت گروپ دوپلیکیت میکنیم. فعلا گرفته شده، با استفاده کنترل میگیریم، طرف سمت راست کلیک انتخاب کرده، این در پایین میاریم. بسیار منظم. وقتی منظم باشه اتومات یک خطوط به شکل راهنما. یعنی کلیک میکنیم رها میشه. فعلا باید بک‌گراند شود، رنگش سفید باشه، به نظرم بهتر است. سفید هم سفید میگیریم. اگر متوجه شده باشین بعض چیزا از بین رفته، واقعا از بین نرفته، هم رنگ خود لایه هست یا شیپ است. اینه بولش کلیک میکنیم، کالر از زیر از سفید به رنگ نسبتا سرخ تغییر میتیم. شماره انتخاباتی را مترش تغییر میتیم به نشان انتخاباتی. نشان انتخاباتی خب دیره نوشته میکنیم نشان انتخاباتی. خوب شد، بهتر است. بامان همین شماره 6 دیگه دلیت میکنیم. اینجا چی ضرورت است؟ یک شیپ ضرورت است. ما و شما میتونیم از اینترنت هم شیپا بگیریم. خوشبختانه در برنامه فتوشاپ یک بخش از برنامه کاستوم شیپایی که کاستوم است یا شخصی سازی کرده میتونیم. از این بخش لیستی از شیپا باز میشه. ممکن برای شما کم باشه. باز شما چی میکنین؟ دفعه اول اگه فتوشاپ نصب باشه کمه، بالای آل کلیک میکنین. یعنی تمام بخش‌ها را در بر میگیره شیپایش. آل اینجا چی میکنین؟ اپند. وقتی اپند گفتین ببینین بسیار شیپای زیاد میاد اینجا که میتونین از اینا استفاده بکنین. مثلا در این بین ما یگان شیپ انتخاب میکنم. مثلا اینی عقاب باشه یا کبوتر باشه، میشه این شیپ نباشه. باز چی میکنین؟ در اینترنت سرچ بکنین، نام همون شیپ براتون میکشه. خب نشان انتخاباتی باز فرق میکرد. در اون وقتا یادتان باشه از کسی با اسکیل بود، از کسی مایی بود، از کسی 3 تا مایی بود، از ما اینیم یک پرنده سایسته. باز هر چیز که شما خوشتان میتونین انتخاب بکنین. دبل کلیک میکنیم، فعلا شیپ چی میکنیم؟ صرف ترسیم میکنیم. رنگش اتومات انتخاب شده. اینه به مو شکل نشان انتخاباتی بهترتر یا فرمال میشه. یک اندازه پایین میریم. کنترل 0 این شکل پروژه ما را دوباره سایز خود هم چیزی که ما انتخاب کردیم. فعلا عکس خود هم کسی که کاندید است او برای ما شما ضرورت است. فعلا ما کاندید نداریم، عکس از کجا بریم؟ در درس‌های قبلی ما بخش یک سایت معرفی کرده بودم به نام چی بود؟ فریپیک. یادتان است؟ بالا از کلیک میکنم. اگر اینترنت خوب باشه خود زود میشه، اگر نباشه این یک خاموش روشن میکنه. میخی به شکل HTML واسونه. دوباره یک رفرش میزنیم تا مکمل HTML و CSS و جاوا اسکریپتش باز شد تا بدنه سایت ببینیم. خب شما اینجا نوشته میکنین برای ما هم تصویر مثل یک شخصی که چی باشه؟ شکل یک کاندید به خود بگیره. مثلا چی باشه؟ در اینجا نوشته میکنیم در بیرون همه بیزنسمن. بازو را ترانسفر کردن از او برای فعلا مشکل است، چون لایه از او اگر متوجه باشین سفید نیست، سفید خالص. امروز ترانسفر کردن هم میخوانیم. بازو با این نمیخوانه. او یک چیزی بود که صرف هوش مصنوعی را معرفی کردیم. یک پروژه است که ما فکر کو داخل مطبع کار میکنیم. یک چیزی ما اینجا دانلود هم کردیم. خیر اگر از اینجا نشه در کجاست؟ میریم ایره فرض که ما دانلود کردیم در بین اسیتای ما شاید باشه. اینجا نیست، در قسمت دانلود
دانلودز. این بنام بیزنسمن سرچ بکنین. اینمی عکس هم مناسب دیدم در سایت، چون یکم با شخصیت است. نظر و پروژه ما و شما این میخوانه. این چی داره؟ بک‌گراند داره. جی پی جی از پینجی نیست. ایره چی رقم بک‌گراندش از بین ببریم، ایره هم براتون بگم. گفتم امروز چند کاره یک جایی در برنامه فتوشاپ انجام میدیم. ایره در یک تب جدید باز میکنیم، لایر از لاک میکشیم، یک اندازه زوم میسازیم. اینی تولزا را امروز براتون میگم کاربردش. تولزا را چون ما به شکل پروژه محور کار میکنیم، دانه دانه نیست. یکی ما در این قسمت به نام کویک سلکشن تولز داریم، یکی ماجیک وان تولز داریم. میبینیم کدامش خوبتر است. ماجیک است اگر یک بک‌گراند باشه خوب نتیجه میده. فرض کن اگر بک‌گراند سفید باشه یا سیاه باشه، مکملا بک‌گراند چی میکنه؟ انتخاب میکنه. ما بالا از کلیک میکنم، انتخاب کرده. ببینین اگر تصویر نزدیکتر باشه این نکتایی هم سفید است، بک‌گراند هم سفید است. اگر دلیت میکنم من چی میشه؟ همون جای نکتایی از بین میره. در واقع بخش ماجیک وان تولز نتیجه نداد برای ما و شما. راه حل دوم چی هست؟ دوباره رو دی سلکت میکنیم، از کویک سلکشن تولز استفاده میکنیم. این قسمت بالایی است. این دو حالت داره. مثبتش چی میکنه؟ سلکت میکنه، انتخاب میکنه. یگان جای مثلا اینی گوشت، اندازه گوشت چی شده؟ در این قسمت داخل آمده. اینه گوشت بخی معلوم نمیشه. پس میخوایم میره به بیرون دوباره چی بکنیم؟ سلکت بکنیم، دی سلکت بکنیم، از منفی استفاده میکنیم. از منفی استفاده کرده ایره هم میگیم تا قسمت بیرونی را باشه. اینی بخشایش صحیح است، یک کدام چیز خاص نداره، تا آخر صحیح است. از خود کیبورد چی را پرس میکنیم؟ دلیت. وقتی دلیت پرس کردیم دوباره کنترل دی، دی سلکت مو گرفته. شپ مورد نظر ما را از اینجا میگیریم یا تصویر مورد نظره دیجا رها میکنیم. فعلا به این شکل قرار نیست تصویر ما به یک اندازه سایز تصویر یا عکس ما چی باشه؟ بزرگ باشه. بالای خود همین شیپی که ما انتخاب کردیم کلیک میکنیم. در بین از این یک لینک است، نه؟ لینک انتخاب میکنیم، تمام ابعاد با هم مساویانه بزرگ شود. به این شکل فکر کنم به این حالت بهتر آمد. کم ایره چاق هم میسازیم، نه؟ کم، بسیار کم. فعلا بهتر شد. چون پروژه بزرگ است ممکن روی آردس چقدر باشه؟ شاید 1 جی بی باشه، 800 ام بی باشه. چون پروژه بزرگ است، نه؟ 1.5 متر ما یک چیزا میخوایم تقریبا دیزاین بکنیم. خب فعلا میمونه تصویر هم آورده. موضوع چیست؟ هر کاندید از خود نام داره. در کجا کاندید است؟ ولسی جرگه یا چیز. و یک شعار هم میداشت، نه؟ در وقتای خودش یک شعار هم میداشت. میریم در قسمت شیپا، یک شیپ انتخاب میکنیم. نوع شیپ ما چی باشه؟ رکتینگل باشه و بک‌گراند از این سفید میگیریم، سفید باشه. ایره به خاطر چی ترسیم کردیم این شیپ؟ به خاطر شعار همی خود کاندید ما و شما. و اینجا به خاطر نام هم یک شیپ ما و شما ضرورت داریم. دوباره ضرور نیست که دیگه بریم یک شیپ انتخاب بکنیم. چی میکنیم؟ از کیبورد کنترل جی یا جی ایره پریس کرده لایه را در بالا میبریم، بالاش کلیک کرده. اینی کالر بیکر است. دیروز یک شما سوال که چی رقم میتونیم رنگ یک مشخص کاستوم انتخاب کنیم. بالاش کلیک میکنیم، رنگ انتخاب شد، شیپ کوچکتر میگیریم. فعلا اینجا میاریم این قسمت. ولیکن هدف ما است که این شیپ این قسمتایش باریکتر باشه یا نزدیکتر باشه، این طرفش بیشتر داشته باشه. یعنی هدفی است به این شکل باشه. کنترل از کیبورد میگیریم. فعلا میبینیم اگر کنترل بگیریم شکل ماوس چی میشه؟ تغییر میکنه. کیبورد کنترل گرفته این شکل پایین داره. کمی دیزاین تر معلوم شد، نه؟ دوباره میریم مفتول انتخاب میکنیم. این دیگه باشه، کم این تنی قسمت باشه به نظر من بهترتر است. و ایره اوکی میکنیم. دیگه باید نوشته بکنیم یک تکست یا متن. اگر اینمی 6 که هست از این چی بگیریم؟ کنترل جی یک کپی بگیریم یا از اینجا ایره انتقال بتیم بهتر است.
فعلا چرا نمایش داده نمیشه؟ این لایه بسیار پایین است. وقتی میخواین یک تکست نوشته کنین در بالای لایه باشه، این در قسمت بالا چی میکنیم؟ میگیریم ژاگ میکنیم در قسمت بالا میبریم. خب فعلا این یک دفعه باید اکسپت هم بکنیم که تایید شود. فعلا این میگیریم در قسمت بالا میبریم اینجا میبریم. هدف ما چی است؟ نام کاندید است که روی از این لایه نوشته شود. نامش مثلا چی باشه؟ سید قادر فلان، سید نوید محمدی، مثلا یک نام. از قسمت تکست آمده محمدی، فکر کنیم 2 تا میمیز اضافه خورده یک شد. پاک میکنیم. کنترل ای سلکت، از بخش فونت ها چی را انتخاب میکنیم؟ بی تیتر یا خود تیتر که میگه. دیگه اگر استفاده کنیم فتوشاپ جدید خوبیش اینه میسته، چیزی که فونت هایی که شما استفاده میکنین در خود قسمت بالا میاد. این انتخاب کرده و بعد از این یک اندازه سایز از این را کوچک میگیریم. کوچک و کوچک کرد. این هم بسیار خوب گرفتیم. اینی به این شکل باشه بهترتر است. و متنی که نوشته کردیم بسیار خرد آمد. اگر سایز زیر کم زیادتر بگیریم شاید زیباتر و یا هم بهترتر معلوم شود. اگر این کمی روتیشن بتیم، چرخش بتیم، چی مشکل داره؟ با استفاده ببینید وقتی تکست انتخاب میکنید اینی جمعه چی میشه؟ علامه روتیشن می یا چرخش. یک اندازه ایده چرخش میتیم به این شکل و اپلای اینجا نوشته کردیم ایده و از این تکست که برنگ سفید است از یک کپی میگیریم، کنترل جی این انتخاب میکنیم، اینجا میاریم، فعلا لایه پایین است، دوباره بالا میبریم، بالای بالا تکست سایزش کم بیشتر بیشتر و بیشتر. مثلا میگیم کاندید یک متن نوشته کنیم، کاندید مستقل می آمد، نه مستقل شورای ولایتی. اینو میگیریم در این قسمت میاریم و اگر کم ایره به بالا ببریم در معلوم میشه یا زیباتر است و اندازه سپیس یا فاصله هم بین تکست ها باید باشه. این اگه شکل هم نگیرین مشکل نیست، نظر به خود سلیقه‌تان است. نامش آمد، در کجای نفر کاندید از هیره نوشته کردیم یا درج کردیم. فعلا یک چیزش که مانده چی است؟ شعار است. کاندیدا از خود چی می داشت؟ یک شعار می داشت. یک شعارش هم نوشته میکنه. کاش که عملی هم میکرد. یا ایتو با هم مثال. درست. ایره رنگش چی میکنیم؟ انتخاب میکنه و از بخش تولز تولزش انتخاب کرده. این نویسنده باشه بهترتر است. چی نوشته کنیم؟ بیایید با هم باشیم تا وطن سازیم. خدا کنه که دفتر نوشته کرده باشیم. خب این قسمت آمد. دیگه کدام چیزی خاص نداره. یعنی ببینین لایه ها را وقت شما خودتان پروژه کار میکنین کلا لایه ها چی میشه؟ این طرف سمت چپ میه. این لیر میگه. در برنامه فتوشاپ بیشترین کار شما با لایه یا لیر، شیپ، شکل، تصویر، بک‌گراند، گریدینت است. از ترکیب چند چیز ما شما تونستیم یک تا بیلبورد فوق‌العاده و استاندارد بالا تقریبا ترسیم میکنیم.